از کجا شروع شد؟ 1985 جزیره مادیرا. کریستیانو رونالدو، پسر یه آشپز و سرایدار، توی محله‌های فقیرنشین فونشال با یه توپ کهنه روی شبافت. حس زندگی تو وجودش شعله‌ور بود. 8 ساله بود که توی تیم آماتور آندورینیا درخشید. با الهام از مارادونا، با یه قلب تپنده و اراده پولادین، خودشو به اسپورتینگ لیسبون رسوند. یه استعداد خام، آماده ی فتح دنیا. 15 سالش بود که بیماری قلبی تاکیکاردی میتونست رویشو نابود کنه، ولی کریستیانو تسلیم نشد. با تمرینای شبانه روزی از مادیرا به منچستر یونایتد رسید. اونجا بود که CR7 متولد شد. حالا با 5 توپ طلا و 35 جام، کریستیانو اسطوره است. از یه پسر بچه مادیرایی تا پادشاه فوتبال. حس زندگی رو دنبال کن. مثل CR7 اگه تو عاشق این داستانای خفنی و میخوای داستان دیگه رو هم بشنوی لایک کن.